به نام خداوند بخشاینده مهربان سلام عرض میکنم خدمت همه شما دوستان عزیز. بنده مهدی اسفندیاری هستم. امروز میخوام بهترین روش به خدا برای انتخاب رشته تحصیلی و شغل آینده رو به شما آموزش بدم. دوستان، در این روشی که امروز میخوام به شما یاد بدم شما میتونین که واقعا شغلی رو انتخاب کنین، یعنی بزنین توی خال، خب، یا رشته تحصیلی رو انتخاب کنین که واقعا بعداً به دردتون میخوره و میتونین ازش استفاده کنین. خب خیلی از ماها منظورم 99% آدم ها اشتباه رشته تحصیلشون رو انتخاب میکنن و اصلا شغلشون رو اشتباه انتخاب میکنن و امروز میخوام بگم که دقیقاً شما باید چه کار کنین که بتونین رشته‌تون رو و شغلتون رو تا جایی که میتونین دقیق تر انتخاب کنین و بعداً باعث میشه که شما واقعا از کاری که انجام میدین لذت ببرید. خب این ویدیو رو میخوام خیلی کوتاه باشه و مستقیم میرم سر اصل مطلب. خب دوستان، وقتی که ما میخوایم شغلمون رو انتخاب کنیم یا رشته تحصیلیمون رو انتخاب کنیم، چون خیلی به هم ربط دارن، خب با وقتی رشته تحصیلیمون رو انتخاب میکنیم که فکر میکنیم میدونیم چه شغلی رو دوست داریم. خب 99% مردم میان چیکار میکنن؟ از خودشون میپرسن خب من الان مثلا به چه شغلی علاقه دارم. خب میان این سوالو میپرسن از خودشون و دور و بریاشون هم دقیقاً همین توصیه رو میکنن. باباش، مامانش، مثلا خواهر بزرگتر، دوستات، آشناهاتون میگن ازشون بپرسین من چه شغلی رو انتخاب کنم، میان بهت میگن که ببین به چی علاقه داری، برو همون کار رو انجام بده. خب در خیلی مثلا تعداد کمی هستن که بعضی خانواده‌شون واقعا سختگیرن، میگن الا بلا تو باید دکتر بشی، الا بلا تو باید مثلا چه میدونم مهندس بشی. خب در اکثر موارد همین رو به شما میگن که پسرم، دخترم، ببین مثلا چی خودت علاقه داری اون رو انجام بده. خب حالا چیزی که ما فکر میکنیم علاقه داریم، اگر منطقی فکر کنید بستگی داره که چی شنیدین از دیگران، دور اطرافتون چی گفتن، توی تلویزیون چی گفته. خب مثلا دوستتون گفته که فلانی رو میشناسی، رفته مثلا مهندسی کامپیوتر خونده، الان کارهای کامپیوتری میکنه، درآمدش خیلی بالاست. ها همین صحبت کوچیک باعث میشه که مثلا تو بری مثلا رشته کامپیوتر بخونی، یا بابات یه چیزی میگه، مامانت یه چیز دیگه میگه. خلاصه چیزایی که میشنوی از سن بچگی تا وقتی که میخوای رشته تحصیلیت رو یا شغلت رو انتخاب کنی خیلی تاثیر میذاره روی تصمیمت. خب حالا بیا تو یه کاری کن، خب اصلا اونو بنداز دور که تو چی دوست داری. خب چون چیزی که تو دوست داری رو تو خودت واقعا دوست نداری، چیزی هست که شنیدی، پس اونو اصلا از کلت بنداز بیرون، خیالت راحت کن. خب اون هیچ. بعد چیکار میکنی؟ یه سوالای دیگه باید از خودت بپرسی که من توی همین ویدیو میخوام بگم که اون سوالا چی هست. اولا وقتی که میخوای شغلت رو انتخاب کنی یا میخوای رشته تحصیلیت رو انتخاب کنی، به این فکر کن که تو الان داری رشته رو انتخاب میکنی، شغلی رو انتخاب میکنی که از همین الان تا آخر عمرت مجبوری همون کار رو کنی. خب این که بگی مجبوری مثلا تا آخر عمرت اون کار رو بکنی، این یه ترس رو توی وجودت میاره. خب یعنی میترسی. خب و این ترس از اون ترسای خوبه، از اون ترسای بد نیست. خب این ترس خوبیه. بعد میگه که خب الان من میخوام که یک شغلی رو واقعا انتخاب کنم که دیگه تا آخر عمر باید اون کار رو انجام بدم. خب و این میترسوندت و باعث میشه که تو با دقت بیشتری شغلت رو و کارت رو، رشته تحصیلیت رو انتخاب کنی. خب پس این رو حتما توی ذهنت داشته باش، داری یک انتخابی میکنی که از الان تا آخر عمرت باهات میمونه. این هیچ وقت اینطوری فکر نکن که اوکی من میخوام یه شغل انتخاب کنم
یه رشته رو انتخاب کنم، همین الان یه چیز رو انتخاب میکنم، فوقش بعدن خوشم نیومد میرم عوضش میکنم. خب 2 سال اونجا وقت تلف میشه، چند سال اونجا وقت تلف میشه. خب یعنی چه میدونم، این کارو نکن. خب اگه یک ذره عقل تو کلت باشه این کارو نمیکنی. خب حالا اشتباهی که 99% مردم انجام میدن میدونین چیه؟ این کار شماست. خب این خود شما هستین. خب 99% مردم میان شغل رو انتخاب میکنن اول، بعد شخصیت خودشون رو تغییر میدن نسبت به اون کار که بتونن اون کار رو انجام بدن. خب یعنی شغل رو انتخاب میکنن، شخصیتشون رو اصلا نمیشناسن. خب شخصیتشون رو تغییر میدن نسبت به اون کار تا اون کار رو انجام بدن. این کار رو 99% مردم انجام میده. این کار پدرشون رو در میاره، این کار خستهشون میکنه چون دارن شخصیتشون رو تغییر میدن به خاطر اون کار. خب کار درست چیه؟ کار درست اینه که شخصیتت رو نگه میداری. تو شخصیتت رو نگه میداری، اولا شخصیتت رو نگه میداری، بعد شخصیتت رو میشناسی چجور آدمی هستی، بعد کار رو تغییر میدی. یعنی شغل زیاده، شغل رو تغییر بده نسبت به شخصیتت، نه شخصیتت رو نسبت به کاره. خب این اشتباه رو که 99% مردم انجام میده انجام نده. حالا سوال اینجاست که ما چجوری شخصیتمون رو بشناسیم. خب شخصیتمون رو اینطوری میشناسیم که باید بدونیم از چه کارهای خوشمون نمیاد، نه اینکه چه کارهایی دوست داریم. ما هیچ وقت دیگه اینو سوال رو نپرسیم از خودتون که چه کارهایی دوست دارین، چون ما خیلی کارها دوست داریم. به قول قرآن میگه که شما ممکنه هزاران، نمیگه هزاران ها، میگه که شما ممکنه خیلی کارها رو دوست داشته باشین که اصلا به ضررتونه و از خیلی کارها بدتون بیاد که اتفاقا اون کارها به سود شماست. پس میان سوالتون رو عوض کنید، آقا چه کارهای شما بدتون میاد؟ خب نه درست نیست که بگیم چه کارهای بدتون میاد. خب بهتره بگیم که چه کارها، چه اعمالی شما رو میتونه از پا در بیاره بعد از اینکه 2-3 سال انجامش بدین. خب مثلا بیاین من چند تا مثال بزنم. بعضی هستن که اصلا صبح زود بیدار شدن یعنی رو مخشون اصلا بدشون میاد. خب نمیتونن از صبح زود بیدار بشن. آقا هر طوری هم که مثلا فکر میکنن میبینن که آدمی نیستن که بخوان صبح زود بیدار بشن. خب این جزء شخصیت بعضیا هست که آقا بیدار شدن صبح زود جزء شخصیت من نیست. فکرم نکنید که همه اینطوریه، همه دوست ندارن صبح زود بیدار بشن. اتفاقا خیلی ها دوست دارن که صبح زود بیدار بشن. نمونهش خود بنده، خداییش میگم من خودم شخصا دوست دارم صبح زود بیدار بشم. اگر که الان تو یکی از اون جوانهایی هستی که میگی که خب هیچ کس دوست نداره صبح زود بیدار بشه، باید بگم که خودم جدا خودم اقرار میکنم که اعتراف میکنم که اول که مثلا توی دانشگاه بودم واقعا دوست نداشتم صبح زود بیدار بشم، ولی الان دوست دارم. خب پس خیالتون راحت، فکر نکنین که آره من شخصیتم طوریه که مثلا کار راحتی رو میخوام انجام بدم. خب بعضی واقعا شخصیتشون این هست که کار سخت رو انجام بدن. خب بگذاریم از اون. خودشناسی میکنی. خب خودشناسی یعنی چی؟ یعنی میشناسی که چه کارهایی رو تو میتونه تو رو از پا در بیاره. گفتم فکر نکن چه کارهایی رو دوست داری. خب پس این که فهمیدی که مثلا صبح به زود بیدار شدن اذیتت میکنه، بعد از مدتی تو رو ممکنه از پا بندازه، این باعث میشه که تو بری مثلا لیستی که تهیه کردی از شغلها رو، خیلی از اون شغلها رو خط بزنی. حالا لیست لازم نیست بری بنویسی جایی، توی کلت مثلا میگی که من یا میخوام دکتر بشم، یا مثلا مهندس معمار بشم، یا مثلا نونوا بشم، یا مثلا مغازه‌دار بشم، یا این یا این یا این. خب میفهمی که آقا من صبح زود نمیخوام بیدار بشم. خب پس چیکار میکنی؟ دکتری رو میزنی بیرون. البته بستگی داره چه جور دکتری میخوای بشی. بعضی دکترها هستن بندهای خدا مثلا اینقدر صبح زود شیفت صبح
زود باید بیدار بشن برن، خب که آدم دلشون براش میسوزه. مثلا ممکن اصلا شب کار باشن، خب یا خیلی صبح زود بیدار بشن و این شیفتاشون هی تغییر میکنه. خب پس اگرم میخوای دکتر بشی آقا، پس میگی که من اگه میخوام دکتر بشم میرم دندان پزشک میشم، هر وقت که دوست داشتم مطبم رو باز میکنم، هر وقت دوست نداشتم میبندمش. خب اینطوری انتخابات رو آسون تر میکنه، یعنی انتخاب هایی که اذیتت میکنه رو میندازی بیرون، همه اونها رو. خب این که مثلا صبح زود بیدار شدن اذیتت میکنه، تو مثلا بیجا کنی مثلا بری نونوا بشی. خب نونوایی پس جزء شغلی که تو باید انتخاب کنی نیست، چون دوست نداری صبح زود بیدار بشی. البته میگم اینا فرق میکنه، ممکنه یک مدتی از صبح زود بیدار شدن خوشت نیاد، بعداً خوشت بیاد. خب دفعه اول، شغل دفعه اولی که انتخاب میکنی، چون تجربت ممکنه کم باشه، خب ممکنه باز هم توی اون شغل مواردی رو پیدا کنی، کارهایی رو پیدا کنی، اعمالی رو پیدا کنی که بدت بیاد. خب ولی خیلی بهتر از اون هست که همینطوری بدون اینکه خودشناسی کنی برید سر یک کاری. خب من خودم شخصا مثلا وقتی که اومدم آمریکا رفتم مثلا سر کاری که مثلا برای یک شرکتی کار میکردم، شرکت ساختمانی بود و مجبورم مثلا خیلی صبح زود بیدار بشم. اول خوشم نمیومد خب که اینکه صبح زود بیدار بشم، ولی بعداً دیدم که چقدر آدم شادابتر میشه وقتی صبح زود بیدار میشه. ولی از یک کارهای دیگهش مثلا خوشم نمیومد، مثلا از این که مجبور بودم مثلا با مثلا برم سر جلسه. خب این که سر جلسه برم، بعضیا مثلا دوست ندارن مثلا کاری برن که مثلا هی مجبور باشن برن توی جلسه بشینن مثلا برای چند نفر صحبت کنن. خب خلاصه هر بار که مثلا خودشناسیت بهتر میشه، میفهمی که چه کارهای اذیتت میکنه، از پا درت میاره، میتونی شغلهای بهتری رو انتخاب کنی. و وقتی که شغل بهتری رو انتخاب میکنی، یعنی شغل رو نسبت به شخصیت تغییر میدی، نه خودت رو بخواد نسبت به شغل. خب شغل ها رو تغییر بده، چون شغل تا جایی که بخوای هست، یعنی خیلی زیاد، ولی شخصیت تو یه شخصیت تکه. خب تویی که مثلا اینطوری هستی، تو ممکنه مثلا از صبح زود بیدار شدن خوشت نیاد، ولی از این که مثلا 8 ساعت پشت کامپیوتر بشینی خوشت بیاد. خب بعضی هستن که دوست دارن صبح زود بیدار بشن ولی دوست ندارن 8 ساعت در روز مثلا پشت کامپیوتر بشینن. بعضی دوست دارن که مثلا صبح زود بیدار بشن، 8 ساعت پشت کامپیوتر بشینن ولی از این که مثلا جلسه داشته باشن خوششون نیاد. خب خلاصه همه آدما فرق میکنه. خب و برای همه آدم‌ها کارهای که دوست دارن هست، خیالت راحت. خب فقط خودشناسی کن، خودت گول نزنی ها. یعنی نگی که خب بیا من از این کارم بدم بیاد که یک مثلا شغل راحت‌تر پیدا کنم، مثلا شغل خوشم میاد که مثلا توی رخت خواب انجام بشه. خب بگذاریم، داخل اون نمیریم، ولی هست همچین شغلی هم هست. خب خلاصه خودشناسی کنین، ببینین چه کارهای خوشتون نمیاد. تأکید میکنم نرین بگین که من چه کارهایی رو دوست دارم خب این شما رو گول میزنه. مثل همون مثال خلبانی، خب که میرین خلبان میشین، درتون سرویس میشه، مثلا 8 ساعت در روز مثلا روی صندلی نشستین دارین به هیچی نگاه میکنین، یعنی جلوتون فقط آسمونه دیگه. ممکنه مثلا 2-3 ماه اول کیف کنین، مثلا من رفتم این هواپیما رو بردم بالا. 2-3 ماه اول ممکنه مثلا 1 سال اول اصلا لذت ببرین، مناطق مختلف رو ببینین، ولی برین تحقیق کنین زندگی خلبان ها رو. خب معمولا خلبانی که مثلا هست اینطوری نیست که مثلا اول بین شهریه. خب مثلا فرض کنین اگر ایران باشه مثلا تهران مشهد، یعنی این مسیر رو میره. خب حالا این مسیر منظرش زیاد تغییر نمیکنه. خب
بعد مثلا سال بعد یکم ارتقا پیدا میکنه، مثلا تهران، مشهد، چه میدونم کرمان. من کرمان بزرگ شدم، کرمان جای خوبی. خلاصه خودشناسی کنین، ببینید چه کارهای خوشتون نمیاد و باعث میشه که شما شغلی رو انتخاب کنین که ازش لذت بیشتری ببرین. و وقتی که شغلی رو انتخاب کنید که لذت میبرین ازش، شما رو اذیت نمیکنه، اون وقت مختون به کار میفته. یعنی به کار میفته، میگین که چجوری در اون کار پیشرفت کنم. خب خیلی و احتمال این که در اون کار پیشرفت کنی خیلی بالاست. خب برعکسش فرض کنید من مهندس معمار نقشه کشی معماری ام. خب از صبح زود بیدار شدن خوشم نمیاد، پشت کامپیوتر نشستن نگاه کردن به صفحه کامپیوتر هر روز به مدت 8 ساعت خوشم نمیاد، از نشستن روی صندلی به مدت زیاد هم خوشم نمیاد. خب پس من که الان مهندس معماری هستم و کارم این هست، همون اول صبح که بیدار میشم چند تا فحش میدم، ناراحتم، اعصابم خورده، میرم سر کار اعصابم خورده، میشینم روی صندلی اعصابم خورده، کامپیوتر رو که روشن میکنم هم اعصابم خورده. و من با وقتی که اعصابم اینقدر خورده هیچ وقت به این فکر نمی کنم که چجوری در اون کار پیشرفت کنم. ولی اگر که خودشناسی خوبی کرده باشم، خب فهمیده باشم و یک شغلی رو انتخاب کرده باشم که اعصاب خوردیاش خیلی کمتره، خب مثلا ممکنه حتی مغازه‌داری باشه، خب ممکنه مثلا برم مغازه بزنم، صبح زود بیدار نمیشم، لازم نیست به صفحه کامپیوتر هی نگاه کنم، لازم هم نیست روی صندلی هی بشینم. این که اعصابم خورد نمیشه، خب همون اول صبح توی طی روز منو به این فکر میندازه که من چجوری بیزینسم رو بهترش کنم. یعنی عشق میکنم، کیف میکنم. ولی گفتن دیگه برعکسش شما رو از پا در میاره، هیچ پیشرفتی نمیکنین و هی به خودتون و به دور و بریاتون به زمین و آسمان فحش میدین، مثل 99% آدمای دور و بر خودتون. خب و در کارتون هم هیچ پیشرفتی هم نمیکنین. ممکنه همون اول مثلا شما شغلی رو که انتخاب میکنین درآمدش پایین باشه ولی شما رو اذیت نکنه. همین که اذیت نمیکنه با اینکه درآمدش پایینه شما رو به این فکر میندازه که هی پیشرفت کنین و احتمال این که درآمدتون خیلی بیشتر بشه در یک مدت کوتاه خیلی بیشتره نسبت به کسی که مثلا در ابتدا درآمد بالایی داره ولی هی داره به خودش فحش میده. خب خلاصه امیدوارم که این به شما کمک کنه شغلی رو انتخاب کنین که واقعا عاشقشین، دوست دارین، میرین با شور و شوق واردش میشین، هی به فکر پیشرفت در اون شغل هستین، ازش لذت میبرین و هی درآمدتون بره بالا انشاءالله. خب یک آخرش یه چیز مهم دیگه هم به شما بگم، بعضی اگر واقعا خودشناسی خوبی انجام بدین، خب یعنی خوب فکر کنین شما ممکنه شغلی رو انتخاب کنین که اصلا نیازی نیست که برین دانشگاه. یعنی ببینین چند سال هدر نمیدین. اگر خودشناسی خوبی انجام بدین ممکن اصلا لازم نباشه شما دانشگاه برین. خب پس مثلا خودشناسی کردین بعد فهمیدین که شغل، یعنی توی لیست شما یه شغلی اومده که نیازی مثلا نیست به مدرک بالایی، خیلی ساده میتونین انجامش بدین. پس خیلی هم کمکتون میکنه که پولتون هدر نره، زمانتون هدر نره، سریعتر سر کار بشین، سریعتر پیشرفت کنین در اون کار، سریعتر درآمدتون بره بالا. خب امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین، استفاده ببرین انشاءالله، درآمد خوب، شغل عالی داشته باشین و
انشالله رشته تحصیلیتون رو هم به همین طریق انتخاب کنید. اگه از ریاضی بدتون میاد نرین مهندس بشین. خلاصه سابسکرایب یادتون نره و اگر سوالی دارین در قسمت کامنت بنویسید، من حتما سعی میکنم جواب بدم. موفق و پیروز باشید. فعلا خدا نگهدار.